وستا گیم تقدیم می‌کند. امانگاس یک بازی گروهیه که توسط شرکت اینرسلاس که به The Henry Stickmin Collection هم معروفه ساخته شده. اینجور بازی‌ها خیلی وقتی که به بازار عرضه شدن. بازی‌هایی مثل مافیا، ویرولف و سیکرت هیتلر. توی اینجور بازی‌ها گروهی از بازیکن‌ها باید مأموریت‌هایی رو انجام بدن و در طول بازی رازهایی رو برملا کنن که امانگاس همین رویه رو داره. در این ویدیو هر چیزی که برای شروع این بازی نیازه رو به شما نشون میدیم. 10 بازیکن وارد یک مپ میشن و باید در اونجا تسک هایی رو که در گوشه بالا سمت چپ به نمایش در میاد تکمیل کنن. تسک ها اکثرا ساده اند و شامل چیزایی مثل حذف زباله ها، درست کردن سیم ها یا آپلود دیتا میشن. وقتی بازیکن ها در حال انجام تسک ها هستن، بازیکنی که نقش ایمپاستر رو داره باید بدون اینکه دیده بشه بازیکن های دیگر رو حذف کنه. وقتی تعداد بازیکنایی که زنده موندن با تعداد ایمپاسترها برابر بشه، بازی تمومه و گروه ایمپاستر برنده میشه. در نتیجه در یک گروه 10 نفره با یک ایمپاستر برای برنده شدن باید 8 نفر رو از بین ببره. وقتی بازیکنی کشته میشه، بدنش روی زمین میمونه و هر بازیکنی، حتی خود ایمپاستر، میتونه محل جسدش رو گزارش بده و رأیگیری رو شروع کنن. در اینجا ایمپاستر میتونه یکی از بازیکن‌های بیگناه رو با محکوم کردنش از بازی بیرون کنه یا اینکه سایر بازیکن‌ها میتونن با دلیل و رأیگیری افرادی که فکر میکنن ایمپاستر هستن رو بیرون کنن. بازیکن‌های عادی با حل کردن همه تسک‌ها یا با شناسایی همه ایمپاسترها میتونن بازی رو برنده بشن. در حین انجام تسک‌ها ایمپاسترها میتونن با بستن درها، قطع برق و ارتباطات بازیکن‌ها رو محدود کنن. اونها حتی میتونن سیستم اکسیژن رسانی رو مختل کنن که بازیکن‌ها مجبور بشن اونو درست کنن، چون در غیر این صورت همه میمیرن و ایمپاسترها برنده میشن. اختلال در سیستم اکسیژن رسانی به این پاسترها این قابلیت رو میده که بتونن یه بازیکن رو تنها گیر بیارن و بکشن. اینم بگم که این پاسترها با اینکه نمیتونن تسکای معمولی رو انجام بدن، ولی میتونن تسکای اورژانسی رو حل کنن و یه بحران این چنینی رو بتونن رفع کنن. هر نقشه در یک اتاق امنیتی دوربینای امنیتی داره که بازیکن‌ها میتونن از اونها استفاده کنن و وقتی یه نفر داره اونها رو میبینه به شکل چشمک زن در میان. چک کردن این دوربینا به بازیکن‌ها کمک میکنه حرکات مشکوک، قتل‌ها و ایمپاسترایی که از ونتا استفاده میکنن رو شناسایی کنن. ونتا در نقشه پخش شدن که تنها ایمپاسترها میتونن ازشون استفاده کنن و به اتاقای مجاور برن. اونها ازشون برای ترک صحنه جرم استفاده میکنن. بازیکنی که از یک ونت برای تلپورت از یک اتاق به اتاق دیگه استفاده میکنه مطمئناً یک ایمپاستره. اگر بدون دیدن یک جسدی که ایمپاستر رو شناسایی کردید، میتونید برید و دکمه ایمرجنسی میتینگ و فشار بدید و به بقیه بگید که چی دیدید. اگر ایمپاستر بفهمه که دیدینش، ممکنه قبل از اینکه به دکمه برسید شما رو بکشه. بازیکنی که مرده هم میتونه به شکل یک روح تسکا رو تکمیل کنه که بازی رو ببرین. ولی دیگه مجاز به صحبت کردن با بقیه نیست. همینطور ایمپاستری که از بازی حذف شده میتونه مثل قبل تو نقشه خرابکاری کنه. پس در کل ایمپاسترها باید بازیکنای بیگناه و حذف یا بقیه رو به اونا مشکوک کنن که همینم قسمت سرگرم کنندشه. دو مورد از تنظیماتی که باید حواستون بهشون باشه، ویژوال تاسک و کانفرم ایجکشن. با غیر فعال کردن کانفرم ایجکشن، وقتی یه نفر حذف میشه بقیه بازیکن‌ها نمیفهمن اون که ایمپاستر بوده یا نه. توصیه می‌کنم این گزینه رو خاموش کنید. با غیر فعال کردن ویژوال تاسک، وقتی تاسک در حال انجامه مقدار پیشرفتش نشون داده نمیشه. زمانی که فعاله، اگر بازیکنی کنار تاسک بیسته مقدار پیشرفتش نشون داده نمیشه و ممکنه اون فردی که ایمپاستر باشه که داره وانمود به انجام تاسک میکنه. ممنون که این ویدیو رو دیدید و امیدوارم از بازی امانگاس لذت ببرید. خدا نگهدار.